السلام علیکم. ما به تمام برادران و خواهرای افغان خود، تاجیک و ازبک، ما پیغام دارم. پیغام ما ای است که برادران و خواهران تاجیک و ازبک، ما تجربه کردیم، تجربه خود را با شما شریک می سازیم. مناطق پشتون نشین از دست طالب وحشی و حیوان تباه و برباد شد. اقتصاد ما را، زندگی ما را، هر چیز ما را تباه و برباد کردن. نه دین دارن، نه مذهب دارن، نه انسانیت دارن، نه اخلاق دارن، نه کدام برنامه خیر دارن. مطلق وحشی هستند، حتی بدتر از وحشی هستند. پیغام من به شما ای است: خال خال میبینم در بینتان طالبا ظهور میکنه. قبلا نبود، حال خال خال میبینم در برادران تاجیک و ازبک. بیاین، اگر طالب خیر میداشت امروز پشتونها در آسمان میبود. بیاین ولایات ما را ببینین، مناطق ما را ببینین، مکاتب ما را ببینین، مساجد ما را ببینین، سرکهای ما را ببینین. هیچ چیز نداریم، همه چیز را از بین برد. نه انسانیت دارن، نه گپ میشنون، نه گپ میفهمن، جز چند نفر طالبای لچک، نوکر و جاسوس پنجاب. دیگه هیچ کس یا نه به بزرگ ما، ریش سفید ما، پیچ سفید ما، به عالم دین ما، به معلم ما، به هیچ کس احترام ندار. شما را به ذات احد و صمد لم یلد ولم یولد، به ذات رب العالمین سوگند میتم، وقت نتین به این مردم. ما میبینم که اینا کم کم در بینتان ظهور میکنه. اولا نبود، حالا ببینیم در بین تاجکان طالب وحشی پیدا شده، در بین ازبکا طالب وحشی پیدا شده. میبینیم ویدیوهایشان برآمده که یک خواهر افغان ما شما را چه قسم یا میکشن. بسیار جای تاسف است. از دلسوزی میگم، از خیرخواهی میگم، به خدا قسم، ماه مبارک رمضان است، ماه قرآن است، ماهی است که در این ماه قرآن عظیم شان نازل شده. به می قرآن عظیم شان دست میمانم، سوگند میکنم براتان که از دلسوزی و خیرخواهی براتان میگم که این وحشیا را در بینتان جای ندین. برادرها و خواهرها، لطفاً این نطفه کثیف را در نطفدانش خنثی بسازین، از بین ببرین. اسرائیل شرف داره سر این خبیثا. حیوانات که بدترین حیوان خنزیر است، شرف داره سر اینا. هیچ دین و مذهب و اصلا انسان نیستن. با والله قسم است ما را تباه و برباد کردن، حال شما را تباه و برباد میکنه. نمانین به نام اسلام و شریعت. اینا اصلا از اسلام و شریعت خبر نیستن. اسلام دین امن است، دین اخوت و برادری و خیرخواهی و مهربانی است، دین شنیدن است، دین قناعت دادن است، دین خیر است. رهبر اسلام محمد رسول الله رحمت للعالمین بود. مگم اینا غضب هستند؟ اینا غضب هستند. لطفا ما از گردن ما و مسئولیت ما براتان ادا کردم، از گردن خود ساقط کردم. قسم به ذات الله خوردم که از دلسوزی براتان میگویم. نسبت به ما شماها خوب بودین، مناطقتان امن بود، کمتون پیشرفت و ترقی کردین. اگر پول گزاف را قماندانها و رهبرایتان زد، یک چیز خرج شد، حداقل موسرکتان جور شد، دم قریه و قشتاق وطنتان یک مکتب ابتدایه یا متوسطه یا لیسه در اونجا دیده میشه. مگم در مناطق ما هیچ چیز نیست. مکتب جور میکنیم، با آخر که میرسه هنوز افتتاح نشده که یا در میتن، براکیت میزنن. پس قبل از اینکه مثل ما شوین، قبل از اینکه به مثل ماهیان تباه و برباد شوین، خدای نخواسته امروز دمی روی طالب بگیرین. این ویدیوی ما پیشتان باشه، به یاد داشته باشین. اگر دمی رویشان را نگرفتین تباه و برباد میشین. اینا علمای دین نیستن. اینا از ریش و لنگی و از مویا و از کاکلش پیشی خود
غلط استفاده میکنن، مردم را بازی میتن. اینا کسایی هستن که یأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، اموال مردم را به باطل میخورن. بالای هیچ فعل بدی اینا بند و باز نیستن. هر فعل بدی پیش رویشان اینا میکنن. لواطتکار هستن، همجنسباز هستن، غاصب هستن، قاتل هستن، انسانهای خشن هستن، انسانهای بیرحم هستن. جاسوس بالای یک کشور نه، جاسوس ایران، جاسوس پاکستان، جاسوس روسیه، امروز جاسوس نوکر و غلام امریکا و غرب شدن. لطفا متوجه باشین برادرها، ما که 18-19 سال تباه و برباد شدیم، مناطق پشتون نشین تباه و برباد شد، شما هم تباه و برباد خدای نخواسته میشین دمی روی اینا را بگیرین. اینا علما نیستن، بریشی اینا بازی نخورین. کسی که گفت اهل افغانستان جهاد است و جوانای شما را تحریک میکردن به مبارزه مسلحانه، بدانین که دشمن افغانستان و ملت افغانستان است، دشمن انسانیت است. بدانین که جنگ برای اینا بزنس است، تجارت است و راه اینکم و عاید است برایشان. رویشان را سیاه کنید، نگذارید اینا را در مناطقتان. ما فقط مسئولیت را از گردن خود ساقط کردم و ما علینا الا البلاغ، فقط براتان گفتم. اینا مردمای بسیار لعین هستند. اینا علما نیستن، اینا غلامان قسم خورده و حلقه به گوش پنجاب هستند. ما که وقتی یک وقت در پشاور درس میخواندیم، متاسفانه و یا بدبختانه بگوییم، وقتی که ما خرد بودیم در مدارس، که وقتی ما درس میخواندیم اکثریتش ما پشتونها بودیم. خال در بین ما از برادرای فارسی زبان از بدخشان زیاد می بودن. امروز ببینین در تمام ولایات تاجیک نشین یا ازبک نشین بیشتر و زیادتر ناامن که از ولایت بدخشان است. چرا؟ بدخشان در پنجاب درس میخواند، در مساجد و مدارس پنجاب درس میخواند، از اونجا شروع شده بود بالای اینا کار. امروز بدخشان را ببینین، خال برادرای بغلان ما در اونجا بودن، امروز بغلان را چقدر ناامن کردن، تخار را چقدر ناامن کردن. متوجه باشین. والله بالله ثم تله هر افغان خود را دوست دارم، تعصب ندارم. من زیاد در پشتو صحبت میکنم، برادرای ما فکر میکنم وقتی که من میگم پشتونا متفق شوین، متحد شوین، در برابر دشمن قیام کنین، مناطقتان پیشرفت ببرین. برخی از برادرای تاجیک یا ازبک یا هزاری ما که پشتو نمیفهمن فکر میکنن که خدای نخواسته من متعصب هستم. یا وقتی که اگر من از رئیس جمهور پشتیبانی میکردم فکر میکردن که من متعصب نیم. من بر اساس برنامه هایش، بر اساس علمیتش فکر میکردم که در وجود اینا افغانستان جور میشه. به خاطر افغانستان پشتیبانی کردم. خداوند کسی را در این وطن حاکم بسازد که دلسوز و خیرخواه و مهربان باشه، از هر قومی که باشه، با والله و با بالله ثم الله، با قرآن عظیم شان که در این ماه مبارک رمضان نازل شده، خیرخواه، دلسوز، وفادار، مهربان به افغانستان و ملت افغانستان باشه. نور چشم ما، تاج سر ما به ما قبول است. هیچ تعصب نداریم. لعنت سر متعصب، لعنت سر متعصب. آخری پیغامم ای است، متوجه طالبای وحشی باشین. قبل از اینکه خدای نخواسته تباه برباد شوین، اینا را تباه برباد کنین، نگذارین در مناطقتان. خدای نخواسته روز بیاید که مثل ما وری چیغ و فغان بزنین و هیچ چیز به دستتان نبیه. اینا انسانهای وحشی هستند، بدتر از خنزیر و حیوانات وحشی که امروز شما دیدین که در دشت برچی بالای مادرانی که زایمان میکردن، بالای مادرانی که درد زایمان را اونا سرشان تیر میشد، این وحشی ها آمدن اونا را به شهادت رساندن. شما دیدین اطفال معصومی که چند دقیقه و یا چند ساعتی از تولدشان و از آمدنشان به دنیا گذشته بود، اینا طفلای معصوم را که هنوز هوای دنیا را تنفس نکرده بود، اینا به شهادت رساندن. بسیار بیرحم هستند. سر مساجد، مدارس، راه، چاه، سرک، سر هیچ چیز رحم ندارن. مطلق وحشی بلکه بدتر از وحشی هستند. دلتان و ما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم و رحمت الله.